زنان راحت زندگی کنن. درست. این کارا درسته برای اون مملکت و خامنه‌ای داره اون مملکت رو میساز. بعد از فوت خامنه‌ای انشالله که 200 سال زنده باشه تازه میفهمم. امروزی که میدونن کوروش کیه، نادرشاه کی بوده، کی چیک بوده، کی نه، اون موقع میفهمم خامنه‌ای کی بوده. خامنه‌ای چی داره؟ ثروتمنده، چاپیده، دزدیده، برده. خامنه‌ای با روحانی 1,000,000% جدا کن. اینا خیلی فرق دارن. حالا باید از این بچه‌های ایران که دارن این کارا رو میکنن واقعا حمایت کرد و به همین دلیل من همه چیز گذشته رو I left behind. I forgot. تموم شد. من چاکر این بچه‌های ایرانی هستم که دارن اون مملکت رو چجوری حفظ میکنن و میسازن. زیردریایی ها رو ببین چه کردن، مگه شوخی آقا؟ این آدمایی که اینجا هستن همین خاک‌انداز برانداز میگه ایران نافتوری نمیتونست بسازه، این موشک‌ها همه بادکنکه. ولی الان چی؟ شرم باشه، شرم. در پنتاگون حتما شما 100% میدونید این ژنرال جدیدی که فرمانده آمریکا، فرمانده نظامی آمریکا شد، بله آقای بک‌گراندشو میدونید، از اون قصابا و سلاخ‌هایی هست مثل بنجامین، چقدر مردم عراق رو نابود کرد، فرمانده اونجا بود دیگه. بله. این از ژنرال‌های خودش خواست و پنتاگون شما بشینید ببینید چی کار باید کرد با ایران. بعد از این میتینگ هایی که داشتن یه ژنرال بلند شد گفت آقا جون شما با کی داری حرف میزنی؟ راجع به کی حرف میزنی؟ تنها کشوری در دنیا هست که 2 تا ارتش داره. اینقدر خامنه‌ای داناست این 2 تا رو گذاشته مقابل هم. این یه چیزی تولید میکنه اون یکی میاد بهتر از اون تولید کنه. این 2 تا دارن هی میسازن. هر روز چیزی رو دارن میرن بیرون، هر روز دارن یه چیز جدیدی رو میسازن میدن بیرون. همین موشک جدیدی که فرستادن سر و صدای همه دنیا در اومد. من و شما اینجا هستیم میدونیم اونایی که تو ایران خبر ندارن. درست. چقدر اعتراضات ایران اینا رو داره درست میکنه برای کلاهک هسته‌ای، برای اتم، برای فلان، برای همدان. اینا اوکی ایران نباید اتم داشته باشه ولی عربستان میتونه داشته باشه. خیلی چیزا سوالای هست. این جنرال بابا جنوب شما راجع به کی دارین صحبت میکنین؟ اون آدمی که اونجا نشسته اینقدر دانش داره، اینقدر مطالعه کرده، تمام جنگا رو و تمام رهبر جنگا رو شده فیلسوف اونجا نشسته، داره به اینا میگه چی کار بکنید. خب شما در نظر بگیرید با یه همچین وضع، این همه تحریم، این همه فشار، این همه بدبختی سر ایران، همه آقای ژنرال سید محمد میگو ما اصلا کاری بکنیم این تحریم برد، ما داریم کار خودمون میکنیم و میریم جلو. درست. ما یادتونه تو 10 سال 8 سال پیش ایران بنزین نداشت. درست. الان یکی از کشورهای بزرگترین کشور دنیا صادرات بنزین میکنه. این آدم میگه از همه جای دنیا میان با پول نفت تو 100 بار میتونن بنزین بخرم ببرم. از ایران بنزین فرستادم ونزوئلا. ببینید چه کارهایی نیست که اینا دارن میکنن. همون کاری که شما با شرف دارید بچه‌های ایران و برای مریضا و برای خانواده ها میکنید. آقای دکتر، کسی که 40 سال ایران نبوده، کسی که نیمه ایرانی هستش، کسی که از راه دور مسائل ایران رو دنبال میکنه، ولی با توجه به این که شما به هر حال یک شخص تکنیکال هستی و همه این صحبتایی که میکنی روش فکر کردی، ارزیابی کردی، که باعث خوشحالی ماست که شما این دانشتون رو با بیننده های ما در میان میذارید. آینده ایران رو چگونه میبینید با توجه به شرایطی که دونالد ترامپ به وجود آورد؟ فکر کرد که مثلا ایران میتونه به هم بریزه و فردا ایران تسلیم میشه، دید که نخیر، خودش از کاخ سفید انداختن بیرون، خبری نیست. آینده ایران رو چجوری میبینید؟ شما اگر در ایران یادتون باشه، شما اصلا ادعا نداری، خیلی ساده میگه آقا من اهل این اردبیلم و یه
روستازاده هستم مثل همه این آیون قطار تو بگیر و ببند و اینا نداری. درست. شما زمانی ایران یادتون هست وقتی که مجاهدین رو میگرفتن می آورد خلخالی محاکمه میکرد، من از زندان اومده بودم بیرون نگاه میکردم، پسره رو گرفته بودن، هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت آقای مرتضوی یادم نمیره، مازندرانی بود. ازش سوال کردن که تو رفتی توی هندونه بمب گذاشتی چی شد؟ این به لهجه مازندرانی من ندون که من بردم بیشتم دیدم میره گفتن بیرون درون یکشون درون اون تا منفجر و یه همه رو کشته. من که نمیدونم، به من گفتم بذار اونجا، من گذاشتم و منفجر شد همه رو کشتن. خب پس حالا خودت چی میشه؟ مهم نیست، من خیلی وقت پیش مردم. چه نابغه های ما تو ایران داریم، اینا هیچ کاری نمیتونم با ایران بکنم. شما دیروز اگه دیده باشید، البته بیشتر اخبارهای درست و خیلی کوتاه میتونین از NHK بگیرید، خیلی سالم و دقیق میگه. در خبرگزاری ژاپن. بله. شما اگر مسابقه آقای خامنه ای رو دیده باشید، دیدم دیروز، دیدم به زبان خیلی عالی صحبت کرد دیروز، دیدم. آره درسته. بابا جون شما باید اول تحریما رو بذارین کنار، درست. بعدن ما با شما ما هم کارمون رو میکنیم و من به این آدم اعتماد دارم و ایمان دارم. ایمان دارم که داره چی میگه. من نه دیدمش نه میشناسمش نه چی، من اینو قبلا 4-5 سال پیش مثل یه بنلا میدونستم، ولی این چیزا رو که دیدم تازه این آیزنهاور باید بده رو شست نمک بریزه. این اگر طراح جنگ بود در اروپا رو فتح کرد، خامنه‌ای خدای جنگه و خامنه‌ای اینقدر دانش داره، اینقدر علم داره، ژنرال نیست، ولی با کتابایی که خوند و تجربه‌ای که داره، سنی که ازش گذشته، تمام این چیزها رو پژوهش کرده، فهمیده که چه کار بکنه. اینا هیچ کاری راجع به ایران نمیتونن بکنن. ایران میره جلو، باور کنید. حالا شاید من زنده نباشم ببینه، انشالله شما هستید، انشالله که زنده بکنید. ایران دوباره به این قدرت ثانوی کوروش خواهد رسید، اصلا بحثی نداره. یه کاری که خامنه‌ای خیلی قشنگ کرد، اول هم گفت اول تو باید غنی بشی، جاپاتو صفر بکنی، بعدن بخوای کار دیگه بکنی. به عنوان مثال خودش گفت، به عنوان مثال یه ساختمون میخوای تو درست کنی، فونداسیونش اگر درست نباشه با هر باد این ساختمون میاد پایین. الان ایران اونه، نگاه کن چه کسایی رو در این ور دنیا درست کرده و خودش. کسی میتونه ایران چپ نگاه کنه؟ هیچ کس. حالا خدا یه عمر این آدم رو 20 سال دیگه اضافه کنه، این بمونه، همه کارهایی که کرده نتیجهش رو ببینه و چه کسی میخواد جای اینو بگیره، اون خیلی